این دعوت است، دعوت به نماز. شاید نماز میخوانند. ما با این وحشیان می جنگیم تا اینکه در قرارگاه ما عبادت کنند. رفتیم آنها را خاموش میکنیم. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. خب کن. Замолчи. عبادت معنی است. پهم شوه. خب کن. عبادت معنی است. تو چی کر هستی؟ پشت دهانت را. عبادت معنی است. پیش کنید آنها را. خوب کن. در زمین. عبادت معنی است. ای شما هم. این فرمان است. آنها را پیش کنید. نجنبه. الله بزرگ است. خوب کن. ایستید. تو گبرو نمیفهمی. اما وجه های خود پهم شوید میگویم. آهسته برادر. از زندگی محروممان مکن. پهم شوید. همه وجه های خود. عبادت معنی است. این فرمان است. ما چی به فرمان تو اجرا میکنیم تا اینکه با فرمان تو او را ترک کنیم. الله بزرگ است. عبادت معنی است. بکش. بیاکو. پران. بکش مرا. بکش. بیرو. مرا بکش. خب کن تو. لطینان این سرباز جوان است. ببخش او را.
نگاه مکن هم شوه. تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب رفتیم با من. وامرأته تو در نزد این دشمن ها تماما خاموش شدی. تو خود را در میدان جنگ حس کردی. ما در قرارگاه اسیران قرار داریم. اگر همین خیل دوام دهی از اینجا تابوت تو را میبرارند. به خود بیا، به خود بیا. سمع الله لمن حمده همه به جایهای خود. عبادت معنی است. الله أكبر پم شوه. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين